درود دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. دستگاه اتمیک موتوردار به این جهت در واقع 180 درجه تاب میخوره خدمت شما. حالت دیمر داره، حالت اتومات داره و حالت تک رنگ ها در واقع برای شما کار میکنه. مجموع رنگ های ما اوکی میشه سفید و حالت فلاشر. طبق ویدیوهای گذشته اگر دقت کرده باشید این دستگاه ما بازم حالت دیمر داره که فوق العاده کاربردیه. دیگه نمیخوام بریم سر بحث گذشته، الان من میرم بالا، میریم سر حالت اتومات های باز هم دارم میگم خدمتون خیلی زیادی داره. حرکت ها رو ببینید، خیلی به دل میشینه، اوکی هست، جذابه. چرا که شما میتونید این کارا رو با در واقع به جای فلت سواد و در واقع به جای ماتریکس و به جای نورای خیلی خوشگلتر انجام بدید. در کنارش اتمیک ما میاریم تو مدار خدمت شما. اوکی، میخوای من اینو فیدش میکنم. سرعت اتمیک ما قابل حرکت هست اگه دقت بفرمایید، سرعت و حتی همین اتمیک هم اگر بگم خدمتون قابل فلاشر زدن هم هست. من حالا بخوام فلاشر بزنم سرعت من کم میکنم، فلاشر بازی میشه. برنامه خیلی زیادی داره، سرعت ها رو ببینید برنامه خیلی زیادی داره. دستگاه فوق العاده کاربردی و عالی است. اوکی، مرسی. دیمر یادتون نره. موفق و مؤید باشید. قربانش